ز عهد پدر یاد دارم همی، که باران رحمت بر او هر دمی. که در طفلیم لوح و دفتر خرید، ز بهرم یک خاتم زر خرید. به در کرد ناگه یک مشتری، به خرمای از دستم انگشتری. چو نشناسد انگشتری طفل خرد، به شیرینی از وی توانند برد. تو هم قیمت عمر نشناختی، که در عیش شیرین برانداختی. میگوید خداوند پدرم را رحمت و مغفرت کند. یاد دارم که در کودکیم پدرم برایم لوح و دفتر خرید و یک انگشتری زرین هم خرید. یک وقت در کوچه بازی میکردم، یک شخص به عوض یک شیرینی، به عوض یک خرما، انگشتری را از دست من بیرون کرد. سعدی میگوید چون نشناسد انگشتری طفل خرد، به شیرینی از وی توانند برد. وقتی میگوید کودک قدر و قیمت انگشترین زرین را نداند، برای کودک بیشتر و قیمتتر شیرینی و بازیچه هست. وی که کودک هست، برای همین عوض کرد. تو میگوید ای شخص بزرگ، مردی کلان با عقل، به مانند همون کودک زندگی خود را، عمر خود را به عیش و عشرت، به طلباتهای نفس خود عوض کردی. تو هم قیمت عمر نشناختی، به مانند همان کودک که در عیش شیرین برانداختی.